سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود سلطی آسانک تربوز تیار میکنیم. در فصل بهار محصولات به ما لازم است: مرغ آبپز، 2 دانه بادرنگ، 3 دانه پمیدار، سیر، 3 دانه تخم و مایونز لازم است. ما در اول بادرنگ، سیر، تخمه تیارکه میگذرانیم. سیر میگذرانیم. همینطور من تخمه تیارکه میگذرانیم. همینطور من بادرنگ میگذرانیم تیارکه. من محصولات های تیار کردیم. اول تخمه میگیریم. تخمه میگیریم. تخمه تنک میکنیم. تنک را یک طرفش من راستکو، یک طرفش پشتش کلوله شکل میکنیم، مثل تربوز، کجی تربوز میکنیم. شروع کردم تنک کنیم. یک طرفش من راست شود و یک طرفش کلوله شکل شود. تخمه کردیم که مایونز میکنیم. هر یک قبطش به مایونز میکنیم. خواهید بسیارتر کنید، کمتر، اینش خودتان وابسته. من مایونز کردیم. دوم قبطش من مرغ همراه میکنیم. مرغ آبپزامه همراه کردیم. اینا همینطور همین شکل تیار میکنیم بالاش. از سببی مرغ و تخم و همش نمکش بودن، من نمک اضافه نکردم. میتونید نمکش نباشد، نمک همراه کنید. مرغ رو مایونز میکنیم. من همه آخر سیر همراه میکنیم بالاش. من سیرم کردم، مایونز میکنیم سیر با. کمتر سیر ماندم، پشتش به غفستر سیر میپاشیم. من بادرنگامو با کمتر نمک همراه کردم. آمیخته کردم. من آمیخته میکنیم. آمیخته کردم. پشت می سلطمو با آخرش من یعنی پاچاقی تربوز. من بادرنگشم کردیم. ببینید چقدر تربوز با مانند شد. از این پمیدار را میده میکنیم. من پمیدار ریزه میکنیم. من همین پمیدار را می آبش میگیریم برای اینکه سلطمو آبداری زیاد نکنه. آبش دمیده گردای سلطه نخورده، برای همین من تخمش میگیریم. من مایده چه ریزه میکنیم. کنجه چی مایده من ریزه میکنیم.
باشه گرید که ندم انا پمیدارا مایده کرم انا شروع بالاش میگیریم انا کمتر سفیدش مونه برای قاچاق تربوز شروع نجاشه که پمیدار میکنیم بسیار برای دسترخوان زیباست. خیلی فصل بهار بسیارتر میخوایم سالاتو خیلی شیرینی نیو برای دسترخوان سالاد بسیارتر استفاده بریم. برای همین خواستم یک چند نمود طرزی تیار کنی سالاتایم نشان دیم. من سیدان و پمیدارامایم که چارکنچه مایده ریزه میکنیم. شما میتونید این سالتا دیگه محصولات استفاده برده شکلش همین تربوز کنیده میشد. خیلی همش دست خودمو با چطور تیار میکنیم. مثلا لب و آبپز همراه کنید، کارتوشکی زیربانده همراه کرده با دیگه خیلی محصولات های همراه کرده همین نمودش همین شکلش هم کنید میشه. سالتی ما هم تیار شد. نه یک 35-40 دقیقه استاد کمتر مایونز به خودش گیرد. بعد درونش ببینیم چقدر تیار شده است. من سالتی ما تیار شد. جای دانه کشبه دانگی تربوز با الیفکا استفاده برم. الیفکی سیاه خانم با تماما شکی استعمال نمیکند. برای همین من تخمی تربوز استفاده برم. یکان ضررش نیست خیلی برای آرایش میشه. من گرفته پرتافته استعمال کنیم میشه خیلی برای آرایش نده. یکان ضررش هم نیست. یکان آرایش هم نیست خیلی تخم. همه چگونه ببینید سالتی ما تیار شد. نه دانشم ببینیم چقدر تیار شده است. نه بسم الله. من سالتی ما بنیاد خوشخوری نقص تیار شده است. من همه محصولاتاش بیملال استعمال کنیم میتونیم. بسیاری ها مثلا پتشو با ماهی نمیخورن. برای همین من همین سالتا تیار کننگه بیملال استعمال کنیم میشد. جایبات با لذت آمده است. شما هم حتما برای دسترخوان نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه در کانال. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.